ما امروز کاملا در طبیعت گشتیم و شیشتیم و ویدیو گرفتیم. انشاءالله شما بینندگان عزیز این ویدیو را 100% به نظر خود از دست ندیم که واقعا که تو فکر کو که بینندگان عزیز گل‌هایی را که شما میبینید این گل به نام گل پیچک زمینی میگیم که به ساحه را به نام تایناپامی به در نام داره که ما میگیم فعلا در تپه تایناپامی که واقعا که این تپه از این گل‌های خوب بینندگان عزیز واقعا که طبیعت بخشادم واقعا که انرژی میده که ما خوشحالیم امروز کاملا که به در در این طبیعت در بالای گل‌ها به در ما میگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز درود و سلام خدمت شما تقدیم میکنیم. انشاءالله جور و صحتمند باشین، همیشه خوش و خوشحال باشید. ما برنامه ما از قرار است که ما امروز آمدیم در دامنه دشتی که مربوط به قلیات حصار می شود که دشت هم به نام دشت اوریا است که واقعا ما می خواهیم که امروز برنامه خود را در از این ساحات برای شما به در ترتیب بدیم و واقعا که یک طبیعت کاملا زیبا و دیدنی هست و فصل سال هم بهترین فصل سال است که انشاءالله برنامه از ما رو بیننده باشین که واقعا که یک برنامه جالب و در عین حال طبیعت را که ما برای شما شریک میسازیم از انشاءالله ویدیوش را که واقعا که برای شما بینندگان عزیز کاملا دلپذیر و انرژی بخش است که ما به ارتباط از فصل سال به در خود ما آماده کردیم و خود ما ساختیم خدمت شما تقدیم میکنیم و انشاءالله شما بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوستان بخند که فصل بهار شد. ای دوستان بخند که فصل بهار شد. بیل و کلنگ به دست بگیر فصل کار شد. بیل و کلنگ به دست بگیر فصل کار شد. جنت بسازیم میهن خود را ز دست خود. جنت بسازیم میهن خود را ز دست خود. دشت و دمن کوی وطن لاله‌زار شد. دشت و دمن و کوی وطن لاله‌زار شد که واقعا که دشت و دمن و کو صحرا همه به خاطر که طبیعت زیباست و بهار است و واقعا که لاله‌زار شده و ما انشاءالله این طبیعت را دقیق همراه شما ویدیو گرفته شریک میسازیم انشاءالله به شرطی که تا ختم برنامه را ما را همراهی کنید انشاءالله. در که بهار سال در کو دشت ها خصوصا در این دشتی که ما فعلا هستیم دشت قلیات واقعا که تمام دشت کاملا از این گل در فرش است. نگاه بینید بینندگان عزیز تا که چشم یاریمونه از این گل‌ها به در کن این دشت واقعا فرش.
خب بینندای عزیز، فعلا موقعیت از ما برادر قندایی قسمت تینپامی است که ساحر به نام تینپامی برادر قند نام داره که ما هم دیم فعلا در منطقه و در تپه تینپامی که واقعا که در این تپه از این گلهای گلابی که به نامی چی یاد منایره برادر قند نام زیر فراموش کردم برادر قند که گل بسیار یک گل کاملا دیدنی است و خیلی عالی گل است که میگرنین برادر قند این تپه مکمل از این گل فرش است دیگه واقعا که یک گل بسیار عالی و خوشبوی و در عین حال دوام هست. بیشتر سیاسرها از این به عنوان دوا استفاده مونه به خاطر از اینکه واقعا طبیعت گرمانه داره، ایره خشک مونه و تب مونه و به مثل به اصطلاح دوای یونانی درست مونه از استفاده مونه. واقعا که بسیار یک گل بسیار جالب و دیدنی خیلی عالی و بسیار کاملا خوشبوی هم هست. ایره بینندای عزیز دیگه نام از یاد ما است به نام سرخ شلبیت میگه. ایره به نام سرخ شلبیت میگه که واقعا یک گل بسیار عالی و دیدنی و در این حال دوام هست. دیگه این تپه دیگه سراسر از این گلها فرش. بینندای عزیز دیگه ایره خود با نام از معرفی دیگه ای خود چکریه دیگه فعلا به اصطلاح قلغو. با نام خرکمه میگه که این برادر نار کده این نار خرکمه گوی خرکمه دیگه این تپه میته سراسر به اصطلاح دیگه گرنیم که بیننده عزیز سرک گلستان شده واقعا از گلهای رنگارنگ. خب بیننده عزیز دیگه فصل چوکیم در حال تیر شدن است دیگه این میتونید دیگه چوکیم فعلا شده گل کرده قابل استفاده. عزیز دیگه یک گل خب اینجا دیگه با نام گل کنگوی گل کنگو که در نام کنگو یاد میشه که واقعا که این کنگو خودش یک دواست. دوای یونانی درست میشه واقعا که برای بدخوری یک دوای کاملا مؤثر. بیننده عزیزی گلهای سرخ را که بیننده هستین این گل به نام گل بیری یاد می‌گیرید که در فصل بهار گل دشت و صحرا خیلی زیاد واقعا یک گل بسیار قشنگ و گل و واقعا که به نام گل بیری. Did my
ببینید آقای عزیز بینگرین دیر گل رفت یک سره و امیدوارم که شما ببینید آقای عزیزم مثل گل ولی همیشه این امیت درخشان و سرسبز و خرم باشید انشاءالله. ما میخواهیم قلب شما را روح شما را با دیدن از این طبیعت زیبا سیقل بدیم و بالاخره انرژی برای وجود شما به ارمغان بیاریم. واقعا که طبیعت دیدنی است که واقعیت خیلی جالب است، واقعا که آدم لذت مبرد. خب ببینید آقای عزیز واقعا که طبیعت بخش آدم واقعا که انرژی میده که ما خوشحالیم امروز قابلات که بدر کن در این طبیعت در بالای گلها بدر کن ما میگردیم واقعا که کاملا فکر مونیم که ما امروز در بهشتیم. واقعا که همی که بدر آخونده میگه بهشت که پوری بدر گل و گلزار و چمن و سرسبز و بدر همه چیز هست. حالا ما فکر مونیم که بدر طبیعت کلیاتم امروز مثل بهشت فرشته. دیگه سر کنید ببینید آقای عزیز که واقعا که آدم که اینجا میگرده و واقعا با اجازه شما یک لحظه اینو میشیم و همراه شما صحبتم کنم گشتن روی طبیعت دیدن این گلها و این فکر کنم بخش آدم تقریبا 50 سال بود دادم میساختم واقعا که وادی جایه. هر جای از این بیگردی و بیشی و بدر جز گول و دیگه هیچ چیز رو نمیدونم. همه نباتات در مجموع کلن گل کرده خصوصا این گل بیری که به نام گل بیری یا دیگه که واقعا که گل بیری گفته گل بیری هست. خب ببینید آقای عزیز واقعا که امروز که ما به این طبیعت بدر گشت گذار کردیم این فکر مونیم واقعا بخش ما یک احساس به وجودم ده که ما فکر مونیم که اصلا واقعا که در یک دنیای دیگری واقعا که بهشت آدم احساس کنه که در بهشت واقعا که همونطور واقعا که خوش آدم آیا و لذت مونم باش یک خوب دم هم راست کنم شبی با هم بودی دادانی که بازم بزد بیا حالا دیوانه که چی جای پیدا کنم بیا که آدم بده گوله های بهشت بشی گل بگی بی باید اگران در من بایرو بیا بخ بیا آفرین
خب بیننده‌های عزیز دیگه چون برنامه از مو اضافه تر از این نشنه دیگه ما میخواییم که برنامه خود را در اینجا به پایان برسونیم. قبل از اینکه برنامه را ما ختم کنیم بهار جان هم یک دفعه بدر سلام تقدیم کنه خدمت بیننده بعد از ما بهار جان گل خوشم نه گلا خراب نکنید ما نه خب سایه دیگه بیا پیش برنامه را یک دفعه خداحافظی کردیم بچه‌م دیگه بگی تا برنامه آینده بگی خدا نگهدار شم بگی خدا نگهدار شم بگی بگی نباشه نگفتی بیننده برنامه از مو باشین بگی شنیدم. خب بیننده عزیز دیگه چون بیشتر از این وقت شمور نمیگیریم شمور به الله پاک میسپاریم. الله یار و یاورتان با